خب من دیگه میخوام جمع‌بندی کنم به اصطلاح مجموعه مطالبی که از صبح خدمت شما گفته شده رو میخوام جمع‌بندی بکنم. امروز صبح با این نمودار خانم دکتر محمودزاده شروع کردن و نشون دادن که یه شکست ساختاری در رشد صنعت و در نسبت ارزش افزوده صنعت به تولید ناخالص داخلی در نیمه دوم دهه 80 تو اقتصاد ما اتفاق افتاده و یه کاهش معناداری در نسبت ارزش افزوده صنعت به جی دی پی رو ما شاهد هستیم. بعد ایشون گفتن که این کاهش رو ممکنه ما بگیم که مثلا اشباع صنعتیه، اگه کشورهایی بودن که خدمات درشون دیگه بعد از صنعت رشد کرده و اینها، ولی خب اون توضیح دادن که در اون صورت نباید خود ارزش افزوده صنعت هم کم بشه. این وقتی که کم شده نشون میده که ما وارد یه دوره افول صنعتی شدیم. این مشخصاً به این نکته به عنوان یه سوالی اشاره کردم. و بعدش 12 تا شاخص رو صبح اینجا ارائه کردن و گفتن که ما در بهره‌وری، در تحقیق و توسعه، در کیفیت نیروی کار و در تکنولوژی، در بهره‌وری و تحقیق و توسعه و تکنولوژی مسیر نزولی طی کردیم و در کیفیت نیروی کار، ترکیب نیروی کار یه سکون نسبی رو باش مواجه بودیم. بعد نشون دادن که سرمایه گذاری با شدتی بیشتر از کاهش ارزش افزوده کاهش پیدا کرده، توان ارزآوری صنعت در مجموع کاهش پیدا کرده، تولید در بنگاه‌های بزرگ دیگه به تفصیل توضیح داده شد که افزایش قابل توجه پیدا کرده، نسبت قیمت صنعت به کل قیمت‌ها در کشور ما برخلاف روند جهانی افزایش پیدا کرده، تقاضای خانوار برای صنعت به تبع فقیرتر شدنش کم شده، اشتغال زایی صنعت کم شده، مصرف منابع طبیعی صنعت به شدت افزایش پیدا کرده. به لحاظ مالکیتی هم سهم بخش غیر خصوصی و غیر دولتی در ساختار مالکیتی بنگاه اقتصادی، بنگاه صنعتی افزایش پیدا کرد. این 12 تا شاخص بود که گزارش دادن اینجا و بنابراین ما در واقع گفتیم که نه تنها اندازه مطلق صنعت کوچکتر شده بلکه نسبتش کاهش پیدا کرده. علاوه بر اون ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی هم تغییرات بزرگ و نامطلوبی داشته. بعد اون دو گروه بزرگ شده و کوچیک شده رو که توضیح داده شد، گفتیم که کوچیک شده ها صنایعی هستن که مبتنی بر استراتژی جایگزینی واردات شکل گرفتن. بزرگ شده ها بخش انرژی و به اصطلاح گاز به عنوان نهاده اصلی استفاده کردن. این دو گروه صنعتی بودن که نشون داده شد که خیلی ناهنجاری ساختاری اتفاق افتاده در صنعت ایران که خب خیلی مهمه که هیچ سیاست صنعتی نمیخواسته این بشه، اما خب یه اتفاق خیلی بزرگی افتاده و خیلی تعجبه که تازه الان ما اینو متوجه شدیم. یعنی این همه تغییرات بزرگی در صنعت اتفاق افتاده بدون اینکه مشخصاً برای این کار سیاست گذاری شده باشه. اونایی که بزرگ شده ها هستن بیش از 3 برابر شدن و اونهایی که کوچیک شده هستن در سال 90 حدود 86% ارزش افزوده سال ابتدایی خودشون بود. خب اون کوچیک شده ها از اول برای پاسخگویی به تقاضای داخلی ایجاد شده بودن و اینا ارز حاصل از صادرات نفت خام رو میگرفتن، قطعات و ماشینالات و اینا رو وارد میکردن، در نتیجه حیاتشون وابسته به تامین ارز نفتی بوده، تراز ارزششون بنا به تعریف اصلا منفی بوده و اینکه وابسته هستن به اینکه تعرفه‌های بالا باشه، محدودیت‌های زیادی برای واردات کالای مشابه وجود داشته باشه مثل خودرو، لوازم خانگی و سایر موارد. این صنایع که خیلی وابسته به درآمدهای حاصل از صادرات نفت بودن، در اثر تحریم و بروز مضیقه نسبتاً پایدار درآمدهای ارزی نفتی مسیر افول رو طی کردن. فعلا هم به نظر نمیرسه که در آینده اتفاق مهمی اینجا بیفته که مثلا ما دوباره بتونیم صادرات نفتمون برسه به رقم‌های بزرگی که بخواد این صنایع رو به اصطلاح مجدداً احیا بکنه.
صنایعی که با اتکای به انرژی یا گاز به عنوان نهاده اصلی از رشد بالا برخوردار بودن، خب بخش بزرگی از ارز اقتصاد غیر نفتی ما رو اونا فراهم میکردن، الان هم فراهم میکنن. علاوه بر این که مصرف کننده اصلی آب صنعتی کشور هستن، توی این گزارش محیط زیست ما نشون میده که در نقشه ایران هم در جاهای کم آب اینا اتفاقا رفتن درست شدن. خیلی جالبه که اینا رفتن، انگار شما دقیق رفتی جا پیدا کردی که این جایی که آب نداریم صنعتی درست بکنیم که آب بیشتر مصرف میکنه. این صنایع در سالهای گذشته و قبل از بروز بحران انرژی در داخل با توجه به صادراتی بودن از حاشیه سود مناسبی برخوردار بودن که اینو گزارش خانم دکتر محمودزاده هم بود. مالکیت این صنایع عمدتاً غیر خصوصیه. بیشترین حضور بخش حاکمیتی در بنگاهداری توی همین قسمته. با ضعیف‌تر شدن صنایع کوچیک شده، ارتباط پسینی صنعتی این دسته فعالیت‌ها نیز ضعیف‌تر خواهد شد. به این معنی که خودروسازی ما وقتی کمتر تولید میکنه، فولاد صنعتی که برای خودرو، برای بدنه خودرو میخواد استفاده بشه یا برای لوازم خانگی میخواد استفاده یا چیزهای دیگه، اونم کاهش پیدا میکنه. بنابراین این بیشتر به صادرات وابسته میشه ادامه حیاتش. وقتی کوچیک شده ها کوچیک میشن، سفارششون از اون صنایع دیگه هم طبیعتاً کاهش پیدا میکنه. اینا بیشتر به صادرات در واقع این محصولات وابسته میشن. برآیند اینها اینه که بخشی از صنعت با ارز حاصل از صادرات نفت و بخشی دیگه با انرژی و خوراک برآمده از گاز دارن فعالیت میکنن. بنابراین صنعت ما در واقع با نفت و گاز داره کار میکنه، نه اینکه بگیم صنعت داره برای اقتصاد کلان چیزی ایجاد میکنه، از نفت و گاز تغذیه میکنه برای اینکه بتونه فعالیت بکنه. برخلاف اون چه که از صنعتی شدن برمیاد که نیروی پیشرانش رو تکنولوژی و پیامدهای مترتبه بر اون تشکیل میده، نیروی پیشران صنعت ایران نفت و گاز. صنعت ایران به جای اینکه خودش شکل دهنده و تغذیه کننده تحولات اقتصادی کلان باشه، از بدو تولد دنبال رو و تغذیه شونده از آن بوده است. حالا اون دو تا سوالی که دیگه میخوایم جمع‌بندی بکنیم، چرا روند تحولات صنعت نامطلوبه و چرا و این در ادامه روند به کجا خواهیم رسید. در پاسخ پرسش اول ما این تصویر رو نشون دادیم و بعد گفتیم که حالا الان جمع‌بندی اینه، در اقتصاد ایران جای این دو تا مؤلفه حکرانی با همدیگه عوض شده. اینجا محدودیت اعمال میکنه، اینجا تسهیل فراهم میکنه. به چه معنی؟ به این معنی که میگه من راه تو برای ورود به بازار خارجی بسته است. ثبات اقتصادی کلانم من نمیتونم ایجاد بکنم. تأمین مالی هم خودم به عنوان دولت لازم دارم، پول منابع مالی هم نمیتونی بگیری. انرژی هم من نمیتونم به شما بگم که سال بعد 2 سال بعد شما الان میخوای سرمایه گذاری بکنی، من هیچ به شما تضمین نمیدم که انرژی بتونی فراهم بکنی. اما راه این طرف رو برات باز میکنم. اینجا میتونی شما بری خودت برو هر چی میخوای تخریب کن. در واقع قسمت تسهیلگری دولت و محدود کنندگی اینا جاشون با هم دیگه عوض شده. کارکرد شاخص‌هایی که قرار بوده در نقش تسهیلگر عمل کنن، محدود کننده و هزینه‌زاست، در برخی حوزه‌ها مانند روابط تسهیلگری خارجی، ثبات اقتصادی کلان، نظام تأمین مالی و مدیریت بازار انرژی مخرب توسعه صنعتی. یعنی خود نهاد حکمرانی هر روزی که کار میکنه یه تخریب اضافی انجام میده. یعنی در واقع کارش تخریب در واقع فرایند توسعه صنعتی است و در برخی حوزه‌ها مانند عرضه کالای عمومی و تأمین زیرساخت‌ها ضعیفه، نه اینکه مخربه، ضعیفه. به عنوان مثال، به عنوان یک کشور شاخص گازی و نفتی، نظام حکمرانی نه تنها هیچ گونه چشماندازی را برای اطمینان از دسترس بودن انرژی نمیتواند ترسیم کند، بلکه در تأمین روزمره انرژی مورد نیاز اقتصاد نیز درمانده است. در حوزه‌هایی که دولت‌ها به عنوان محدود کننده عمل می‌کنند، در اقتصاد ایران نقش راهگشا و تسهیلگر عمل کردند و تخریب منابع آب و خاک و هوا و انرژی عملاً با محدودیت مواجه نبوده که ما امروز به اینجا رسیدیم. تخریب ظرفیت‌ها و منابع زیستی کشور
با سرعتی کاملا نگران کننده به گونه‌ای صورت می‌گیرد که آینده سرزمینی کشور به طور جدی در معرض مخاطره قرار گرفته است. دو مؤلفه ثابت نظام حکمرانی یعنی تسهیلگری و محدود کنندگی هیچ یک شرایط مساعدی را برای صنعتی شدن فراهم نمی‌کنند. در چنین شرایطی سیاست صنعتی در بهترین حالت فاقد کار کرده است. بنابراین پاسخ به سوال اول که چرا روند تحولات عملکرد صنعت ایران نامطلوب است اینه که عوامل بیرونی صنعت یا همون شکست مؤلفه‌های حکمرانی اقتصادی به طور عمده هم توضیح دهنده چرایی کوچک شدن صنعت، تغییر نامطلوب ترکیب رشته فعالیت‌های آن، درجه بالای تمرکز ارزش افزوده در تعداد کاملا محدود بنگاه صنعتی و همین که سایر روندهای عملکرد نامطلوب در واقع صنعت هستند. اما سوال دوم این که چه روند طی شده در صنعت ایران در ادامه به کجا خواهد رسید؟ خب دو تا پرسش فرعی به این ما مطرح کردیم. یکی اینکه جهان در چه مسیری حرکت میکنه، صنعت ایران در چه سناریوهایی ممکنه قرار بگیره. از ارائه آقای دکتر ساعدی شما ملاحظه کردید که شرایط ویژه‌ای در روابط بین قطب‌های اصلی اقتصادی در حال شکل‌گیریه. انقلاب صنعتی چهارم تحولات خیلی بزرگی رو داره به وجود میاره. ارتقای کیفیت زندگی در دنیا ملاحظات زیست محیطی رو خیلی عمده کرده، برای ما یک تهدید محسوب میشه. و اینکه وقوع پدیده‌های غیر قابل پیش بینی مثل کووید اثر خودش رو روی زنجیره ارزش تولید بین کشوری گذاشته و یه مقداری اونا رو محدودتر کرده. لنگر اصلی این تحولات بزرگ در مجموعه چند اقتصاد بزرگ جهان قابل شناساییه. روابط بین چین و آمریکا، بازنگری آلمان و اروپا در موقع بازگشتشون به صنعتی شدن، سایر موارد دگرگونی‌های مهمیه که داره اتفاق میفته که باعث شده که کشورهای دیگه در یه تکاپوی خیلی خیلی واقعا برای من خیلی خیلی هم مهم بود، هم اینکه حس مثلا ناراحت کننده‌ای برام بود که میدیدم چطور نظام حکمرانی در کشورهای دیگه شب و روزشون در آن داره به این فکر میکنه که این 4 تا تحول بزرگی که داره توی دنیا اتفاق میفته پیامدش برای اونا چیه و اونا چه کار باید بکنن. اگر در زنجیره ارزش با یک کشوری بوده و اونجا داره الان سیاستشو بازنگری میکنه، همینطور که تو اون نمودار آقای دکتر ساعدی دیدید، این باید الان ببینه که میخواد تو موقعیت جدید چه کار بکنه. ضرورت ایفای نقش فعال دولت‌ها در ساختن تصویری جدید اجتناب ناپذیر است. دولت‌ها در جهان در حال توسعه یا همون لیگ 2 در حوزه سیاست‌های صنعتی متمرکز بر 3 تا محورن. یعنی ما اسناد سیاست‌گذاری اینا رو وقتی که بررسی کردیم دیدیم یکیش بحث انقلاب صنعتی چهارم، یکی گذار سبز، یکی هم اسمی ها هستن. یعنی تمامشون متمرکز روی همین هستن که ببینن این مجموعه رو چه کار میتونن بکنن. بشر در آستانه وقوع انقلاب صنعتی چهارم و گذار بسیار مهم تکنولوژیک به سر میبره. طی سالهای آینده کشورهای دنیا رو بر اساس اینکه کیا همراه بودن کیا جا موندن اینا رو از همدیگه جدا خواهند کرد. صنعتی شدن در جهان آینده و طی سالهای پیش رو به مراتب دشوارتر از دهه‌های 90 و 2000 خواهد بود. حالا صنعت ایران در مسیر چه سناریوهایی ممکن است که قرار بگیرد؟ این تصویری که من خدمت شما ارائه کردم برای اقتصاد ایران به این صورت گزارش شد که در حکمرانی عمومی زیرساخت‌های مالی و فرسایش سرمایه رو داریم. در حکمرانی صنعتی تغییر ترکیب رشته فعالیت‌ها و وابستگی بیشتر به درآمدهای نفت و گاز. در حکمرانی محدود کننده تخریب منابع طبیعی، در حمایت‌های اجتماعی هم تخریب در واقع بنگاه‌ها هست. بنابراین ما نتیجه شده یه رشد کاهنده نوسانی، رشد صرفاً ناشی از موجودی سرمایه و مصرف سرمایه، رشد منفی سرمایه گذاری و اینکه منابع تجدید ناپذیر سهم خیلی زیادی داشتن که اون ناپایداری رشد رو ایجاد میکنن که اون تصویر ایستایی اقتصاد رو برای ما ترسیم کرده. خب این تصویری که شما اینجا ملاحظه میکنید، البته این شکلش هنوز برای خود من اونطوری اون به اصطلاح اون چیزی که فکر میکردم در بیاد هنوز در نیومده، ولی
یه جوری برآیند این مطالعه رو ما تو این کار داریم نشون میدیم، به این صورت که اونجا رو بکنیم یه ستون بذاریم ایران، یه ستون بذاریم کشورهای محک، اینجا هم بذاریم همین شاخصهای حکمرانی که اینجا گفتیم، و حالا ما این رو بر اساس صرفاً یک تقریب ذهنی از نتیجه مطالعه‌ای که به دست آوردیم بیایم با هم دیگه مقایسه بکنیم، ببینیم ما کجا قرار داریم و اون کشورهای محک کجا قرار دارن، در عدم قطعیت‌های محیطی، در دسترسی به منابع مالی خارجی، در بهره‌مندی از تکنولوژی جهانی و دسترسی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بازار محصول جهانی ما بیشترین فاصله ها رو داریم و شاید اگر بخوایم وزن به اینها بدیم بر اساس حالا همین مطالعه توسعه صنعتی که ما انجام دادیم ملاحظه میکنیم که کشورهایی که درسته که همه اینا مهمن اما بعضیاش مهمترن، اون بخش روابط خارجی و بخش ثبات اقتصادی کلان و عدم قطعیت ها از همه مهمترن. یعنی در واقع اگه اونو فراهم نکنید بقیه رو فراهم بکنید بازم هنوز با موانع جدی ما مواجه هستیم. بنابراین ما در همه جا فاصله داریم ولی در برخی از جاها فاصله خیلی بیشتره. تأمین بلند مدت انرژی، عدم مداخله دولت در بنگاه ها، اینا جاهاییه که ما فاصلمون خیلی فاصله زیاده. در مسائل زیست محیطی خیلی فاصله های زیادی داریم. در این قسمت پایین که مربوط به صنعت میشه، مشارکت در زنجیرهای ارزش جهانی و منطقه‌ای، در SME ها، اینا همه جاهاییه که ما بیشترین فاصله رو داریم و این خب به ما میگه که کجاها رو باید درست بکنیم اگر که بخوایم در واقع مسیر صنعتی شدن قرار بگیریم. خب من میخوام جمع‌بندی بکنم، دو تا انگار داستان رو ما اینجا میخوایم با هم دیگه مقایسه بکنیم. یه داستان صنعتی شدن کشورهای محک، یکی هم داستان اقتصاد ایران. کشورهای محک همینایی که مثال زدم براتون، میدونید همه که اینا قبل از صنعتی شدن در فقر خیلی بدی به سر میبردن. یک کشوری مثل مالزی روغن نخل صادر میکرد و زندگی میکرد، یعنی مردمش در شرایط خیلی سختی واقعا به سر میبردن. کره جنوبی همینجور تا برسه به ویتنام و اینا که همین بنگلادش و اینایی که الان هستن، بعضا همین الان هم فقیر هستن. خب این سطح پایین درآمد در داخل نمیتونسته تقاضای مورد نیاز برای صنعتی شدن رو ایجاد بکنه. کی میخواسته محصول صنعتی رو بخره؟ و سطح پایین تکنولوژی نمیتونسته هزینه تولید رو کم بکنه. سطح پایین پس اندازم نمیتونسته سرمایه گذاری رو فراهم بکنه. خب این مونده بودن دیگه. چطور از این فقر رها شدن، از این تله بیرون آمدن؟ با برونگرایی. برونگرایی محدودیت تقاضا رو برطرف کرد چون بازار خارج رو جایگزین بازار داخل کرد. دسترسی به تکنولوژی هزینه تولید رو کم کرد و ورود سرمایه کمبود پس‌انداز داخلی رو جبران کرد. خب بنابراین باعث شد که اینا یه دفعه از یک محیط بسته با فقر دائمی به سمت یک محیطی وارد بشن که درش بتونه سرمایه گذاری و رشد و اینا اتفاق بیفته. پس این بعد بیرونیش بود. در داخل هم سازوکار بازار زیر یک چتر نظام رگولاتوری که رقابت رو ترویج میکنه، اونم خب باعث میشد که در داخل هم بنگاه ها انگیزه پیدا بکنن که سرمایه گذاری بکنن. تو این چارچوب اصلی ترین کانونی که درآمد در اقتصاد ایجاد میکرده میشده کارخونه، میشده واحد صنعتی، میشده تولید کننده. یعنی بنگاه میشده مرکز جوشش درآمد و دولت و خانوار از این بنگاه تغذیه می شدن. خانوارها در این اقتصادها عمدتاً به درآمد حاصل از کار یا سرمایه خودشون وابسته می شدن. اون وقت اگر دولت میخواسته از فقرا حمایت بکنه، می شده کسانی که حادثه‌ای براشون اتفاق میفته یا دچار معلولیت هستن یا یک مشکلی دارن، وگرنه خود اقتصاد داره. وقتی که نرخ مشارکت نیروی کار در کشورهای آسیا جنوب شرقی بالای 75%، این نشون میده که در فرایند ایجاد درآمد همه نقش دارن فعالیت میکنن. خب درآمد هم دارن کسب میکنن. دولت در این اقتصادها وابسته به بنگاه اقتصادی میشه و مازادی که اونا
ایجاد میکنن. در کشور ما چیه؟ ما یک رویکرد خاصی رو در تنظیم روابط خارجی خودمون داریم که نتیجهش این شده که تقاضای محصول محدود به بازار داخل باشه. ما کاملا درونگرا هستیم. سطح تقاضای داخلی اما با رشدهای اقتصادی پایین و نوسانی که مشاهده کردید بالا پایین میشه. رشد اقتصادی هم ملاحظه کردید که با قیمت جهانی نفت و نوسانات امکان صادرات نفت بالا پایین میشه. خب پس بنابراین ما به یک تقاضای کم اما با نوسان زیاد مواجه هستیم. نبود ارتباط با تکنولوژی و سرمایه جهانی و قرار داشتن در کانون مجموعه بزرگ و نسبتاً جامع تنش‌های بین‌المللی هزینه‌های تولید رو خیلی بالا برده و مرتب هم داره افزایش میده. نرخ مشارکت پایین نیروی کار و کیفیت بسیار ضعیف اشتغال درآمدزایی خانوار رو ضعیف و ضعیفتر کرده. در چنین رویکردی به اقتصاد دیگه فقر نمیشه مختص کسانی که از کار افتاده هستند یا معلول هستند. فقر میشه یه پدیده فراگیر. و اون چیزی که ما در گزارش فقرمون که تو این مجموعه گزارش‌ها تهیه شده مشاهده میکنیم اینه که فقر هرچی میگذره فراگیرتر میشه. دیگه صفت خانوار مهم نیست که بگیم سرپرست زن، بی سواد، نمیدونم روستایی، اینجوری دیگه نیست واقعا. در این وضعیت بنگاه و خانوار هر دو دچار مشکل هستن، دست به سوی نظام حکمرانی دراز میکنن و ازش درخواست کمک میکنن، اما نظام حکمرانی خودش با کمبود شدید منابع مواجهه. اون میاد به 3 منبع رو میاره. یکی ظرفیت‌های طبیعی اقتصاد، یکی ظرفیت بنگاه اقتصادی که باقی مونده، به اونا قیمت گذاری میکنه، هزار یه جور محدودیت براشون ایجاد میکنه. سومی هم اینه که دیگه تورم درست بکنه، به بانک‌ها بگه وام بدید، هرچند که با کسری مواجهید، برو از بانک مرکزی بگیر، نمیدونم چه کار میکنی، ولی به هر صورت این منابع رو باید فراهم بکنیم. دولت با حمایت نادرست از خانوار بنگاه رو تخریب میکنه، با حمایت نادرست از بنگاه منابع طبیعی رو از بین میبره، با حمایت نادرست از هر دو نظام مالی رو تخریب میکنه. بنای نظام حکمرانی اقتصادی به جای ساختن تخریب بنیانها برای گذران روزمره است و طبیعی است که اقتصاد در این چارچوب صنعتی نمیشه. مسیرهای اصلی طی شده در صنعت ایران در چارچوب سازوکارهای اصلی بر نظام حکمرانی، رشد سریع سهم صنایع متکی به منابع طبیعی در حال زوال، افزایش قابل توجه سهم بنگاه‌های بزرگ در این صنایع، افزایش شدید سهم مالکیت بخش غیر خصوصی در این نایی هستند که متمرکزتر شدن. بنابراین یک مسیر مدیریت منافعی که عملا صنعت رو قربانی خودش کرده. قدرت درآمدزایی کم و همون میزان درآمد هم ناپایدار و مستهلک شونده است. برآیند 2 ویژگی ذکر شده حاصل کارکرد اقتصادی است که بنیانش رو بر مصرف منابع طبیعی، توجه بکنید، مصرف منابع طبیعی در مقابل توسعه منابع طبیعی. ممکن بود ما بگیم ما یه اقتصادی میخوایم باشیم متکی به منابع طبیعی، خب باید سرمایه گذاری در نفت و گاز خیلی میکردیم، ولی ما از یه طرف نفت و گاز رو داریم کم درش سرمایه گذاری میکنیم، از یه طرف مصرف رو داریم خیلی زیاد میکنیم و ناترازی ساختارهای مالی. بنابراین این که ما به کجا میریم، مؤلفه‌های جهانی کار رو برای صنعتی شدن اقتصادهای صنعتی نشده بسیار دشوارتر از دهه‌های گذشته کرده. مؤلفه‌های درونی نظام حکمرانی اقتصادی هم منابع رو در مسیر غیر از صنعتی شدن تخصیص میده. حالا اگر ما بخوایم بگیم خیلی خوب، حالا نمیشه که همش ناامیدی و یأس و اینا بگیم، باید خب ببینیم آیا راهی وجود داره یا وجود نداره. اگر بخواد راهی وجود داشته باشه از همین مجموعه میگذره. ما دیگه نمیتونیم مکانیزمی رو خودمون خلق بکنیم. یعنی ما باید این 3 سطح رو دقیقاً از سمت چپ شروع کنیم درست کنیم بیایم به سمت راست. اگر ما بخوایم بگیم اونا رو داده شده میگیریم، میخوایم به بنگاه بگیم تو خوب تولید کن یا بگیم سیاست‌های صنعتی خوب باشه بدون اینکه اونا اصلاح بشن، چیزی درست نمیشه. در واقع اگر من اینجا یک جا تولید کننده رو قرار بدم و بعد مدارهای اطرافش رو بخوام ترسیم بکنم، فرض کنید این یک تولید کننده مواد غذاییه یا یک تولید کننده لوازم خانگیه. اون سیاست‌هایی که مربوط به این میشه خب طبیعتاً بلافاصله بعد از این قرار میگیره. بعد سیاست صنعتی بعد از این قرار میگیره
سیاست‌های اقتصادی کلان بعد از این، سیاست‌های ملی بعد از این. حالا من سیاست خارجی رو از اون جدا کردم به خاطر اهمیت زیادش. این چیزی که ما اینجا مشاهده می‌کنیم در واقع از اون لایه‌های بیرونی باید اصلاح شروع بشه بیاد به سمت داخل. ما نمیتونیم اصلاح از این داخل رو شروع بکنیم بدون اینکه اون کمربندایی رو که دور صنعت بسته شده اونا رو باز کرده باشیم. بنابراین این لازمش اینه که در واقع اون نقش تسهیلگری، اون نقش محدود کنندگی، همه اینا رو با همدیگه به شکل درست ببینیم. البته صنعتی شدن اقتصاد ایران هرچند الان بسیار دشوارتر از 2 دهه گذشته اما هنوزم ممکنه. قرار گرفتن در مسیر توسعه صنعتی مستلزم اصلاح به ترتیب از لایه‌های بیرونی مدارهای رسم شده به سمت لایه‌های درونیه. خب حالا اینکه به کجا خواهیم رفت؟ اقتصاد ایران از 2 حوزه صنعتی تشکیل شده. حوزه اول متکی به استراتژی کهنه و شکست خورده جایگزینی واردات و حوزه دوم متکی به تأمین فزاینده نفت و گاز به عنوان نهادهای اصلی تولید. بخش اول با به تحلیل رفتن درآمدهای ارزی نفتی مسیر افول را طی خواهد کرد. بخش دوم با فشار به شدت رو به افزایش کمبود انرژی از یک سو و اعمال استانداردهای زیست محیطی از جانب وارد کنندگان از ما از سوی دیگر در مسیر افول قرار خواهد گرفت. نجات صنعت ایران در گرو و انجام بازنگری‌های اساسی در استراتژی‌های حاکم بر این 2 حوزه بزرگ و مهم از اقتصاد ایران است. کنار گذاشتن استراتژی جایگزینی واردات از حوزه اول و پذیرش مشارکت سرمایه‌گذاران معتبر بین‌المللی در زنجیره ارزش تولید آنها و تغییر اساسی استراتژی بخش انرژی و ایجاد تغییرات بنیادی در بازار انرژی در جهت سودآور کردن این بازار و محور قرار دادن فعالیت‌های مبتنی بر انرژی سیوینگ. هر 2 استراتژی نیازمند غلبه برونگرایی و رویکرد به توسعه صنعتی کشور است که در گرو ایجاد تغییرات در مؤلفه‌های اصلی حکمرانی اقتصادی است. اما جغرافیای سیاسی کشور مسیری خلاف روند مورد نیاز توسعه صنعتی را آدرس می‌دهد. تنش‌های نظامی و بروز انواع دیگر محدودیت‌های محتمل مثل ترامپ، مکانیزم ماشه، تحولات نظامی سیاسی پیرامونی ما را در معرض انتخاب‌های سخت قرار داده است. امروز جهان 2 چهره متضاد خود را آشکار کرده است. در یک سو انقلاب صنعتی 4 و گشایش‌های پس از آن و گذار سبز و چالش‌های جایابی در زنجیره‌های ارزش در حال دگرگونی و در سوی دیگر جنگ و خونریزی و کشتار کودکان و مردم بی‌دفاع مجدداً سر برآورده است. ما به عنوان کشوری که در کانون جغرافیایی و سیاسی درگیری‌های نظامی رو به گسترش هستیم بر سر یک دوراهی سرنوشت ساز قرار گرفته ایم. راه اول فرو غلتیدن در کام تنش‌ها و درگیری‌ها که تخریب باقی مانده صنعت و اقتصاد را در پی خواهد داشت. راه دوم تلاش بسیار دشوار در جهت تطبیق با تغییرات پارادایمی ناشی از انقلاب صنعتی 4 و محدودیت‌های زیست محیطی در پیش در جهت بازار فروش محصولات صادراتی کشور و انجام عملیات احیا برای 2 حوزه صنایع بزرگ شده و کوچک شده و در یک کلام نجات صنعت.